قاعده 153 شروط شفاعت توحیدی مثبت باید خیمه و شما بفهمیم دیگه. شفاعت مثبت توحیدی 3 شرط داره. اگر میخواین که شفاعت مطابق عقیده توحید کدام شفاعت است، 3 شرط داره. شرط اولش که از الله طلب میشه، چرا مالک اصلی شفاعت الله است. میگه پروردگارا شفاعت پیغمبرت در روز قیامت نصیب ما بکن. پس مالک حقیقی شفاعت الله هست. قل لله الشفاعت جمیعا، بگو که تمامی شفاعت مخصوص الله هست. این شفاعت توحیدی است. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پس شفاعت توحیدی است که مالکش بفهمی الله هست، نه صاحب قبر است و نه هم پیغمبر و نه ملائکه و نه نبی نه صدیقین نه شهدا نه صالحین. اصل شفاعت مالکش الله هست. قل لله الشفاعت جمیعا. فهمیدین؟ یعنی سوره زمر آیت 44. شرط دوم شفاعت توحیدی است که برای شفاعت کننده اجازه شفاعت داده شده باشه. پس هر کس خود نمیتونه شفاعت بکنه تا وقتی که یومئذ، الله میگه که یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له. میگه در این روز قیامت، ببین شفاعت در روز قیامت است و این فایده نمیکنه الا مگر من کسی که اذن له الرحمن، که الله بر ازو چی شده؟ بر ازو اجازه و رضی له قوله، راضی شده باشه که گپ بزنه. وقتی از یک کسی الله راضی چی شد، اجازه برش داد که یکی اجازه، دوم رضایت الله هست که گپ بزنن. هر کس گپ زدن نمیتونه دیگه باز روز قیامت. پس حتی رسول الله صلی الله علیه و آله از الله اجازه میگیره در شفاعت کبرا و الله برش میگه، الله راضی میشه، میگه و رضی له قول، الله میگه گپ بزن، الله بگو. شرط سوم شفاعت توحیدی چی است؟ که این کسی که شفاعت میشه مؤمن باشد. الله او را دوست داره، الله کافر خوش نداره و بر از او اجازه شود که الله بر از او پیغمبر یا بر از او شهید یا بر هر کسی که از برش بگه که به این مستحق شفاعت است. یعنی شفاعت است. آیا ما مستحق شفاعت هستیم؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و شفاعت نمیکنن برای کسی مگر برای کسی که از آن الله راضی باشه. الله از کافر راضی نیست، الله از مشرک راضی نیست، الله از منافق و از مرتد راضی نیست. پس چطور پیغمبر میتونه؟ پیغمبر نمیتونه که برای مشرک چی کنه؟ یا برای کافر یا برای مشرک یا برای مرتد یا برای منافق، برای این نمیتونه پیغمبر شفاعت بکنه ولو که کاکایش باشه. حتی برای کاکای خود وقتی که شفاعت میکنه، این تخصیص است، میگن خاص است برای ابو طالب و هو هم شفاعت نیست که او از آتش دوزخ نجات پیدا کنه. چون پیغمبرها شفاعت چی است؟ اصل شفاعت حقیقی است که وقتی الله برای یکی از بنده های مؤمنش است، یا ما هستیم یا خود هستیم، ما و شما در جمله هزمی کسای الله محاسبه بکنه که در روز قیامت مستحق شفاعت باشه. الله در جمله از ما و شما را حشر بکنه. این حال مثلا یک بنده هست مؤمن موحد است، یک گناه کرده که ایره 10 روز 15 روز 1 ماه یا 1 سال یا هر قدر که است ایره در دوزخ میبره. حالا الله نمیخواد که بدین بنده مؤمن موحدش در دوزخ بره. الله ذات رحمان رحیم است بنده مؤمن موحد خدا خوش داره، نمیخواد که این بنده در دوزخ بره. پس از یک طرف الله میخواد که بنده به دوزخ نره و از طرف دیگه الله اراده میکنه که اینمی شخصی که در اینجا هست، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، بر از اونها یک عزت و یک مقام و مرتبه بده نسبت به دیگه مخلوقات، بر از اون یک عزت بده. برش میگه که محمد صلی الله علیه و آله تو میتونی یک نفر رو شفاعت کنی، به دیگه میگه تو میتونی یک قدر برای شهدا بر از اینا شفاعت بکنی. پس بر از اونها مقام و منزلت شد آت محمد الوسیله والفضیله، و در مقابل دیگه او طرف دیگه ایدگار از دوزخ نگاه میکنه. پس الله سبحانه و تعالی، پس پیغمبر باز اونا از آتش دوزخ نجات پیدا میکنن. اما در قسمت ابو طالب که است، او را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط در قسمت از او که شفاعت پیغمبر لا گپ پیغمبر
قبول میشه، او هم فقط است که تخفیف میشه بر از او اما عذاب قبر، از عذاب دوزخ یکم که تخفیف میشه. تخفیفش هم چی است که مثلا دیگرها بیخیام تو غرق آتش دوزخ هستن، ای برش یعنی از بجلک پایانش آتش میباشه، مغزش جوش میخوره، الله از اموش نگاه کنه. اما برای اون شفاعت برای کافر نیست، برای کافر شفاعت نیست که باز از آتش برای یا این مخصوص مؤمنا هست. حالا بسیاری کسا از بت پرستی و قبر پرستی و موره پرستی و پناه به غیر الله میبرن، چیز که باز شفاعت ما را بکنه.